همین همراه شاگردانم عبدالرحیم اسماعیل، محافظم جبار و اگر یک مدت بشناسید زبیدالله قادر، نواربردار تلویزیون تاجیکستان. ما از محله بود محله دیدن کردن جنگ شدید رفته سر ماهی اکتبر سال 1992 وقتی که همین بانیای ترکمنستان این کلانسالا میدونن یک بسیار متشترین وضعیت در اونجا بود. همین از بانیای ترکمنستان، حمام ترکمنستان 100-150 متر دورتر یک راه طرفی همین سرباز ترکمنستان میگردن دقیقه اندره. ما قریب 1 کیلومتر با ماشین رفتیم و در یک موضع بسیار واسع ماشین رو من کرد. یک 30-40 متر دورتر یک پسر تولدی ممکنه 23 یا 25 ساله باشه. دستاش قطعی هم کرکت است. ماشین من کردیم دویدم من. ماشین فرامدم دویدم برابر از تایی دستانش برداشتم دلم دو تشکیل چه باید تصور کنم؟ من فکر کنم در دل لای بودید است. بعدی که میبینم از میون پایانش نیست. تیر گرانتمون زده است. همین بچه پشت 10-15 متر از کلش دورتره. محافظم جوار دو دفعه برداشت گریه کرد. این بچه هم گردن مرا کپیده است که اکا مرا نپرد. ایلا که من میرم عدیال رفته عدیال آوردم این ماشین روداش جمع کردیم گوچش که پیچون نمیشد با هم که شخ کپیدم اکا مرا نپرد. و نزد ماشین آمدیم جوارم گفتم که ماشین کده زایی کنم ما شیشتم او پیشت هم بچه تکچار یه روزی دهشت هست فرزندانی از این برادرای از این موضوع همون کخی من قپیده و میرن نرفت کسی هم پیش نظرم در گذشته خدا دیگه روزی هیچ وقت هم خیلی روزای بعد هم ملت تاجی بسر ملت تاجی میاره خیلی میکنه. وقتی که ماشین نشیدم گشت و وکر مرا خانم هم بعد مدعای پدر و مادر من نگفتم شما ببینید اخیران سکنیم پیسره که ما دیگه نفهمیدیم یک جا بودیم سپاریدیمش در سربند خیلی گریه کردیم توز را گریه میکنیم گشتیم اومدیم نیکی به دعای پدر و مادران بازی دملایدر بسیار سخنان خوب کردن به دعای استادان یکون تایمان با مقصد میرسیم. ما همین از این سالون با جای رسیدهش استادان هم میبینم در آغوش میگیم احترام میکنیم